سربازی اجباری زنان و حقیقت پنهان زندگی در ارتش کره شمالی. تا همین امروز کره شمالی برای خیلی‌ها یه معمای بزرگه. بیشتر چیزایی که درباره فرهنگ، کشور و رژیم دیکتاتوریش میدونیم از زبون کسایی که تونستن از اونجا فرار کنند. آدمایی که با کلی بدبختی و سختی از اونجا در رفتن. یکی از داستانایی که این فراریا تعریف میکنن زندگیشون تو ارتش کره شمالیه. جایی که هر مرد و زنی باید چند سالی رو به دستور رهبر اعظم کیم جون اون خدمت کنه. سربازی اجباری برای زنان. از سال 2015 سربازی برای زنان جوان و تحصیل کرده اجباری شد. شنیده ها میگن از سال 2021 مدت خدمت سربازی از 7 سال به 5 سال کم شده. یه منبع ناشناس از کره شمالی گفته که حدود 40% زنای 18 تا 25 ساله توی ارتشن. دلیل این تغییر ظاهراً به مرگ و میر بالای بچه‌ها و نرخ پایین زاد و ولد تو کشور برمیگرده که ریشش به قحطی وحشتناک سالهای 1994 تا 1998 وصل میشه. این قحطی باعث شد تعداد سربازای آماده کم بشه. واسه همین رژیم تصمیم گرفت زنها رو هم به زور وارد ارتش کنه تا این کمبود رو جبران کنه. وقتی یه زن برای سربازی انتخاب میشه، مثل هر ارتش دیگه‌ای باید یه سری آزمایش‌های بدنی و پزشکی رو پشت سر بگذاره. یکی از اولویت‌های اصلی چک کردن بیماری‌های واگیردار مثل سل یا هپاتیته. از سال 2012 یه قانون گذاشتن که زنها باید حداقل 1 متر و 42 سانت قد داشته باشن. البته این قانون خیلی هم سفت و سخت اجرا نمیشه. زیاد معلوم نیست کیا ممکنه از خدمت معاف بشن، ولی شایع است که دانشجوهای خیلی باهوش و با استعداد شاید بتونن از سربازی در برن. اما حتی قبل از اجباری شدن سربازی برای زنها تو سال 2015 خیلی از زنها داوطلبانه به ارتش میپیوستن. چرا؟ چون میخواستن عضو حزب کارگران کره بشن. اگه درخواست برای عضویت تو حزب قبول میشد، یه دنیای جدید از فرصت‌ها جلوت باز میشد. نه فقط تو ارتش، بلکه تو کل کره شمالی. عضویت تو حزب یعنی امنیت و موفقیت تضمین شده. تو ارتش این عضویت امتیازهای خوبی داشت، مثل جیره غذایی بیشتر، شغل‌های بهتر و حقوق بالاتر. اینا برای خیلیا خیلی جذاب بود، مخصوصاً وقتی جیره غذایی معمولی فقط یک کاسه برنج با سوپ کلم و یک کم ترب شور بود. چیزی که برای آدمای پرتحرکی که هر روز توی سرمای استخون سوز پیونگیانگ کار سنگین می‌کردن اصلاً کافی نبود. یه روز معمولی توی ارتش کره شمالی برای زن و مرد فرق زیادی نداره. هر دو باید کارای سخت و طاقت فرسا مثل کشاورزی یا پروژه‌های ساخت و ساز رو کنار تمرین‌های نظامی انجام بدن. ویدیوهایی که حقیقت خدمت تو ارتش رو نشون دادن، زنایی رو نشون میدن که دارن زمین کشاورزی رو آماده میکنن، بسته‌های سنگین هیزم یا حتی سنگ رو روی کولشون حمل میکنن، درست مثل مردای کنارشون. انگار این همه کار طاقت فرسا کافی نبوده. زنها یه سری وظایف اضافه هم دارن که مردا مجبور به انجامش نیستن. مثلا میگن جای زن توی آشپزخونه است. به زنهای سرباز لقب توکونگ اونونو یا در قابلمه میدند، چون معمولاً کارای آشپزی و تمیزکاری پادگان به عهده زن هاست. وقتی مردا جای دیگه ین، زنها باید برای همقطاراشون غذا درست کنن و تمیزکاری کنن قبل از اینکه برن توی اتاقی که با 24 نفر دیگه شریکیه تا یا مطالعه کنن یا استراحت. شرایط زندگی در پادگان ها. هر سرباز یه تخت و یه کشوی کوچیک داره. روش باید 2 تا عکس باشه، کیم ایل سونگ و کیم جون ایل. البته شاید حالا عکس کیم جون اون هم اضافه شده باشه. این فضای تنگ و شلوغ اصلاً برای بهداشت خوب نیست. تشک‌ها از گونی برنج درست شدن و عرق بدن توشون نفوذ میکنه. تازه امکانات اولیه هم خیلی کمه. برق به زور پیدا میشه و تا سال 2015 زنها برای پریود شدنشون مجبور بودن از بانداژ به جای نوار بهداشتی استفاده کنن. اما به خاطر تغذیه افتضاح و استرس زندگی نظامی خیلی از زنها کلاً پریودشون قطع میشد. حموم کردنم که حال روز بهتری نداشت. دوشا فقط آب سرد داشته. رفتار با زنان در ارتش کره شمالی. بدتر از همه اینها رفتار وحشتناکی که زنها از فرماندهاشون میدیدن.
فراری‌ها داستانای وحشتناکی از آزار جسمی و جنسی تعریف کردند که هیچ راه قانونی برای شکایت ازشون وجود نداره. زنهای فقیر که معمولاً توی تیم‌های ساخت و ساز کار میکنن بیشتر توی خطر هستن، چون این محیط‌ها هیچ محافظتی نداره. حتی اگر راهی برای شکایت بود، اکثر زنها جرأت نمی‌کردن چیزی بگن، چون خطر انتقام‌جویی خیلی زیاد بود. فراری‌ها میگن بعضی فرمانده‌ها سربازای زن رو بعد از ساعت کاری نگه می‌داشتن یا یه سرلشکر به بهانه چک کردن سوء تغذیه معاینه‌های جعلی ترتیب میداد. اگه بخوای این جور آدما رو لو بدی، آبروی خودت میره و ممکن از عضویت تو حزب کارگران محروم بشی. اگه این اتفاق بیفته، انگ بدبختی تا آخر عمر دنبالت میکنه. زنانی که به خاطر این آزارها سکوت میکنن مجبورن خشونت‌های وحشتناکی رو تحمل کنن بدون اینکه بتونن جلوش رو بگیرن. اگه این رابطه‌ها به بارداری منجر بشه، انگار تقصیر خود زن هاست. باید سریع و معمولاً با درد و خطر مشکل رو حل کنن. اگه بچه‌ای تو راه باشه، نمیذارن به دنیا بیاد. اگه این موضوع لو بره، مخصوصاً اگه پای یه مقام بالا وسط باشه، ارتش خودش وارد عمل میشه و سقط جنین رو اجباری بدون بیهوشی انجام میده. چیزی که خیلی برای زنها دردناک و آسیب زننده است. اگه از این آزارها جون سالم به در ببری، بازم از تنبیه‌های بیرحمانه در امان نیستی. کافیه یه نفر اشتباهی کوچیک بکنه، همه تنبیه میشن. یه فراری به اسم جنیفر کیم از تنبیه‌هایی گفته که کل روز طول میکشیده، مثل ایستادن توی سرما فقط با لباس زیر یا دویدن 100 دور با یونیفرم کامل. یکی از وحشتناکترین تنبیه‌ها این بوده که دست سربازای زن رو توی آب یخ فرو می‌بردن و بعد می‌چسبوندن به میله‌های آهنی. با این همه برای بعضی زنها ارتش هنوز گزینه بهتری از یک گزینه دیگه است. جوخه لذت کیم جون اون. این جوخه ها که بهشون کیپ جومو میگن، یه جورایی همون چیزیه که فکر میکنی. گروهی از زنها که مثل عروسک برای نشون دادن قدرت جنسی کیم جون اون استفاده میشن. این رسم از زمان پدر بزرگش کیم ایل سونگ شروع شد. بعد از مرگ کیم جون ایل تو سال 2011 این جوخه ها منحل شدن. ولی کیم جون اون در سال 2015 دوباره راهشون انداخت. گفته میشه تا 2000 زن تو این جوخه ها بودن که به 3 گروه تقسیم میشدن. گروه رضایت برای کیم و ژنرال های ارشدش، گروه شادی برای ماساژ و ریلکسیشن و گروه آخر برای رقص و آواز. وقتی کیم جون ایل قدرت رو به دست گرفت، به خاطر قد کوتاه خودش قانون گذاشت که هیچ دختری تو جوخه نباید از 165 سانت بلندتر باشه. این دخترها توی امارت رهبری نگهداری می شدن و برای سرگرمی مقامات ارشد تو مهمونی‌های پر از مشروب و فعالیت‌های جنسی آورده می شدند. بعضیاشون تا 10 سال تو این جوخه ها می موندن و بعد با یه افسر ارتش ازدواج می کردن. وقتی کیم جون اون به قدرت رسید، جوخه ها رو منحل کرد، چون به زنایی که به پدرش یا مقاماتش نزدیک بودند اعتماد نداشت. به هر کدوم $44,000 پول نقد و یه سری لوازم خونه داد تا ساکت بمونن. اما تو سال 2015 دوباره این رسم رو راه انداخت. زنهایی تو یونیفرم ارتش کره شمالی نشون دادن که قوی و توانا هستن، ولی هر روز با جنایت‌هایی روبرو میشن که هیچ کس نباید تحمل کنه. این حقیقت تلخ زندگی اونا توی یکی از بسته ترین و سرکوبگرترین رژیم‌های دنیاست.